ولی مثلا بقیه رو که اون معرفی میکرد من به اون صورت نمیشناختم. خب از همشون تشکر کرد، نهارم داده شد و یه اتوبوس گرفتیم که با اتوبوس رفتیم، با اتوبوس هم برگشتیم، رفتیم در رستوران نهار دادیم، برگشتم خونه، خورما و همه چی و بخیر ما شب قبلش آماده کردیم، چیزایی که رسمه باید باشه، یعنی متداوله همه کردیم، حلوا پخته شده بود، خورما آماده شده بود، یه اصلا میره گرفت بود، بخیر کارهای لازم انجام دادیم و دیگه همونجا من گفتم که کلا طبق وصیت پاپا مراسم خاصی دیگه نه مکه نه چیز دیگه گرفته نمیشه، همه اینا هم خودش خواسته که یه هیئتی هست و کل اینا رو بدیم به هیئت، ولی من 7 روزه رو خونه پاپا هستم، هر کی میاد قدمش روی چشم، ولی مراسمی که بنا بشه مثلا تو مسجدی گرفته باشه یا مثلا سومی گرفته باشه یا هفتمی گرفته باشه، همه اینا خیرات داده میشه. اما در خونه بازه از من حضور دارم کلا. یه 2 روزم چیزی نموندم، مشهدی ها موندم، اصغر دیگه مشهدی ها موندم، اصغر موند و زنش با اونا شب برگشت، ولی اصغر نموندم تا هفتمش تقریبا روز سومش هم که ما به صدا خصوصی رفتیم سر خاکشون، روز هفتمش هم که همینجور خودم کسانی که بود رفتیم سر خاکشون کارا رو انجام دادیم و دیگه بعد از روز هفتم دیگه کسان همسایه ها میومدن، بالاخره کسانی که میشناختن دوستای پاپا به که زنگ میزدن، چون من بعد از اون دیگه مثلا به 3-4 نفر دیگه مثلا زنگ زدن، چون اولا نمیشناختن، ولی خب مثلا این به اون خبر داده بود، اون به اون خبر داده بود، مثلا زنگ زدن میومدن. به دیگه پاپا پرداخت شد اول که خاک بده روز سوم پرداخت شد. حالا اینو دارم میگم، بعد از اینکه روز سوم ما رفتیم سر خاک برگشتیم، تو خونه دخی بود، راحله بود، مینا بود، من بودم، نمیدونم کسی دیگه هم بود، 3 ماها بود، این از هم بود. خب مراسم سوم پاپا تموم شده، الان من میخوام کتاب با شما بکنم، شما کسانی بودین که عذران بود، داخل پاپا نزدیکتر بودیم، میخوام بدونم که چه میدان مثلا بدهی چیزی داره. البته اینم من بگم پاپا به من گفته بود که من وقتی رفت سوریه گفت پولش رو دخی داده و من بعدا قسطی بهش میدم، یعنی حدود 1 هفته قبلش که من رفتم شیکاگو پاپا به من گفته بود من بدهیای خورده دیدم همه به دخی تمام شده، 300,000 تومان مونده. گفتم پاپا این 300,000 تومان گفته بودیم گفت 300,000 تومان مونده، همه بدهیام به دخی پاک شده، 300,000 تومان مونده، غیر از اون بدهی خاصی ندارم. گفتم 300,000 تومان هم تا 50 تومان 60 تومان یه جا بدیم، که گفتش که دقیقا من با دخی حساب دارم میدم، تو زیاد نگران این مسئله نبود. هم روز که دخی نشسته بود بیاز پرسید که به من بگیم که اخر شما ها باز حتی که همسایه‌ای تو که فلانی چی؟ ظاهره برگشت گفت والا من البته نمیدونستم، پاپا به من گفته بود که البته این مال زمان قدیمه که 3 میلیون تومانی به آقای مقدم پول داده، یه مقدارشو گرفته، اون برشکست شده، یه مقدارشو خورد گرفته، به من گفت چیزی حدود 1,200,000 تومان خود پاپا به من گفته بود از این پول مونده، که این رو که یه مقدارش هم به من نمیدم افراد جمع شدن گفتن نمیدم برم از مسجد بگیرم، اصلا برگردونده به من از پول آقای مقدم 1,200,000 تومان مونده، من بخشیدم 200,000 تومانش رو، 1,000,000 تومان از آقای مقدم طلب دارم. همین آقای مقدم هم خود 20 تومن 30 تومن 50 تومن 100 تومن به من میده، ولی 1,200,000 تومانش رو من بخشیدم، 1,000,000 تومن همش ازش هنوز ازش 80,000 تومان بوده. پاپا به من گفت خودت گفتی 80,000 تومان، این رو چیز به من گفت، این رو راحله به من 900,000 تومن 100,000 تومنش رو آورده داده هست به پاپا داده؟ نه 100,000 تومنش دست راحله. اون روز راحله گفت من پاپا پولی پیش کسی داشته که از این پول چیزی حدود 900,000 تومنش مونده که به من پاپا گفته این پول هر موقع این آورد پول پیش تو بمونه یا خود اگر چیز شد این پول من گذاشتم اگر یا اومد ایران
پول تو ایران داشته باشه برای خرج کردنش. من بهش گفتم راهله جان پول کلا پیش شما، چون من گفت میخوای من تو رو با خود مقدم روبرو کنم، مقدم فلان. گفتم من اصلا در این رابطه کاری ندارم، حرف تو برای من حجته. تو که میگی 900,000 تومان، 900,000 اول به من گفت 1,000,000 تومان، بعد 900 نمیدونم، من دیگه اصلا تلفن نزدم چون گفت کاپا به من گفت این پول مال سیاه. گفتم خیلی خوب. گفت توی زمانی که کاپا مریض بوده من به این شخص زنگ دادم، گفتم احتیاج به پول دارم برای اینکه کاپا بیمارستانه، گفته من 100,000 تومان میارم و بعد از تا هفته آینده 100,000 تومان بیاره. گفتم راهله جان کاپا گفته اون پول مال سیاه، پول میمونه پیش خودت، خودت هم تحصیل بگیر. اون تموم شد. مسئله دوخه شد. به دوخه گفتم خب دوخه جان من 300,000 تومان کاپا به تو بدهکاره. نه من خودم خواستم کاپا رو مهمون بکنم، خودم دوست داشتم ببرم، مرتضی رو دوست داشت ببره، نشد و فلان بیمه دارم. گفتم من نرفا حالی نمیشه، من که مادر من فوت کرده، من نباید زیر دین مادرم باشم. به من گفتی 300,000 خودش به من گفته 300,000 تومان به تو بدهی داره. نه من نمیگیرم خودم فلان. بهش گفت نمیشه، همونجا چک پول در بود 100,000 تومانی دار. گفتم شما درد نکنه، من 3 تا دفتر چرد. البته این هم بهت بگم کاپا به من گفته بود زمانی که بچه ها رفتن نینا و لیدا رفتن دفترچه‌هاشون رو بند، زمانی که شما می‌خواستین بیان سهند و تانیا رو گفت نبستم. من بسته بود پولش خود کاپا بود داد. به من گفت من نبستم، حتی به من گفت. چه گفت؟ زمانی که زنده بود. گفتم کاپا دفتر زنده بود باید میگفتیم نه گفتم کاپا دفترشون سهند و اینا رو بستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه یه زمانی اگر خواستم پول بگیرم، نگفت پول توش داره، نگفت به من چقدر پول توش داره، گفت کلش رو نرستم. شاید ممکنه مثلا 200 تومن 100 تومن. قبل از رفتن سهندینیا من گفت که من دفترچه‌شون رو بستم، میگه که تراول 100 تومنیه، میخوام چیکار کنم؟ گفتم 50 تومنش بده به تانیا، 50 تومنش بده. من گفت 50 تومن دادم به سهند، 50 تومن دادم به تانیا. آره من پول نبستم. دو خیابان من گفت این دفترچه‌هایی که آره 86,000 تومن هم تو حساب خودش مونده. دو خیابان گفت این دفترچه‌هایی که میخوایم ببینیم. گفتم نه. گفت 86,000 تومن هم تو حساب خودشه. شما رو نبسته بوده ولی آورده به اینا رو داد. آره یهش گفت 86,000 تومن هم پیش شما بمونه بخاطر اینکه ما موردی حواله کرد به حساب شما. چی؟ حواله شد. حالا گوش کن. همون روزی که ما کاپا رو دفع کردیم دختری اومد گفت نماز وحشت باید برای کاپا خونده بشه. گفتم خب من یه نفر رو زنگ زدم که بیاد نماز وحشت برای کاپا بخون. کار بسیار خوبی کردی. یه خانمی اومد نماز وحشت خوند و بچه‌شون می‌خواست بفروشه و فلان حدیث رو نینا برام تعریف کرد. داخل اونم تموم شد و این کارام تموم شد و گذشت. روزی که ما می‌خواستیم برای آخر پنجشنبه‌ای که اولین پنجشنبه فوت کاپا بود، یعنی ما کاپا رو دوشنبه دفع کردیم، سومش هم گذشته بود. از یه حلیم و ایناست دیگه. آره اونا رو هم اونا رو بپرد. اونجا دختر به من گفت 400,000 تومن کاپا به من بده کاره. وقتی من داشتم حلیم تموم شد از در اومدم بیرون، دختر به من گفت پری من یه موضوعی رو باید بگم. گفتم بگو. گفت من برای کاپا حج عمره ثبت نام کردم، این فیشش یک فیش رو باید به من نشون داد 400,000 تومن. گفتم کاپا میدونه؟ گفت نه. گفتم بعد چجوریه؟ گفت من خودم با پول خودم ثبت نام کردم که زمانی که موقع شد کاپا رو ببرم. نگاه کردم خط خوردن. گفتم خب دختر جان من باید چه کار کنم؟ الان کاپا فوت کرده، باید این 400,000 تومن رو به شما بدم. گفت نه. گفتم چرا؟ گفت من میخوام این رو منتقل کنم به دخترم. گفتم خیلی خوب. حل شدم. تمام شده این مسئله. اگه بتونه بگیره، اگر بتونه منتقل بشه، اگه نتونه اینوش اون تحصیل به من خب من نه برگه به شما میدم نه چیزی به من گفتن ربطی به شما نداره. مثلا ربطی به شما نداره که خب حالا نقل قول ایمیلشو باید فرستادم دیگه. بله خوندی دیگه توش ربطی به این که نه این آخرین صحبتی نداره توشه. ایمیل نبود، این صحبت خصوصی بود که ما روزی که با هم رفتیم داره حج کرد. به شما گفت که با من اومده داره حج؟ شما به من گفت که با شما اومده داره حج. تو هم نامه نوشتی که ما رفتیم اونجا تو ایمیلات هست. نه این رو اونجا به من گفت
روز بعدش خب ببینید به من یه سری خب، مسئله اختلافیه از گذشته نمیدونم آقای ملک و نمیدونم ما با هیچ مهدی و نمیدونم چه میدونم اکبرپور مشهدی و فلان یه اصلا رفتی به ما با هیچ مشکل و مسئله خاصی نداریم. تنها مشکل من، تنها چیزی که من به دختر گفتم و من رفتم درباره‌اش سوال کردم، 3 ماه بعد از فوت کاپا اومد به من گفت تو به من گفتی تو کاپا پیش دختر پول داره. من گفتم 10 بار. آره زمانی که من به تو گفتم تلفنی زیاد من 300,000 تومان به دختر پول دادم، تو گفتی برای چی دادی؟ کاپا پیش دختر پول داره. گفتم نداره به خدا. من ازش پرسیدم به من گفتی هیچ پولی پیش من نداره، 300,000 تومان کاپا بدهکار، من 300,000 تومان بهش دادم. من یه تلفنی به تو گفتم. تلفنی به تو گفتم که تو هیچی نگفتی. که بعدم من اونجایی که متوجه شدم مثلا تلفنی ندادم، یه ایمیل من از تو دارم که توش نوشتی که تو میدونستی که پیش دخی کاپا 1,000,000 تومان پول داره. آره من خودم فوروردش کردم. آره گفتم که نه. جوابم چرا به من گفتی کاپا پیش دخی پول داره؟ من میدونستم که کاپا پیش دخی پول داره، نه میدونستم که مبلغش چقدره. پس الان نه تو میدونی واقعا مبلغش چقدره نه من. اصلا مهم هم نیست برای من که بدونم مبلغش چقدره. خب برای من چی مهمه؟ بذار من بگم برای من چی مهمه. برای من این مهمه که دخی بعد از این که اومد پیش من بعد از 3 ماه، بعد از این که من گردنبند رو از زیر دهنش کشیدم و پیش من داره تعمیر میکنم، گردنبند کاپا پاره بود. چون که دیدم کاپا به من گردنبندش پاره شده بود و گفت این گردنبند رو میبرید تعمیر کنید. یه چیز دیگه رو برگرد. نه حالا من نمیدونم اینه چی گفته. من که پیش کاپا بودم به من زنجیر برگردون براتون میگه. آره زنجیر خرید برگردون. به من گفتم نه کاپا جون اصلا جایی نیست تعمیر کنم، من باید برم سرسری. خب من دیدم دخی برای من تعمیر بکنه. ببینم نینا تا گفت آره من ایمیل زدم بهش که قضیه زنجیر چی بوده. من زنجیر دادم نماز به روزه بخونم. گفتم کار خیلی خوبی کردی چون مورد اعتماد کاپا بودی. شک کردم حالا بوده نبوده من کاری ندارم. ازش خواهش کردم که با وجود این که زنجیر دیگه الان رفته به صندوق خدمات ایمیلش رو برات فرستادم، شما لطف کن معادل اون زنجیر رو پولش رو بخر یا معادلش رو بخر ببر بده به خواهر من، چون قرار بوده اون زنجیر به نینا داده بشه، به نینا قولش رو داده بوده و الان این اتفاق نیست. به من نگفت اون زنجیر بنا بوده به نینا داده. نینا به من گفت قرار اون زنجیر به من داده بشه. حالا دکتر به من چی گفت؟ دکتر به من گفت کاپا به من گفته بود برای تولد نینا تو خرداده من میخوام یه زنجیر براش بخرم و من این زنجیر رو خریدم که الان برای تولد نینا بفرستی براش. خب حالا زنجیر اومد دادی به نینا. من دادم به نینا فرستاد کردم دادم. سوال من این بود زمانی که دکتر اومد پیش من گفتم دکتر جان من که از تو چند بار پرسیدم که کاپا آیا پیش تو پول داره یا نه، تو گفتی نه. این پول اولا پیش تو نبوده، پیش مرتضی بوده. پول برای کاپا گفته بود، خودت به من گفتی که پول رو گذاشته که اگر فوت کرد برای مراسم کفن دفن یا پول کم آورد در اختیار سیا بذاری. چرا زمانی که کاپا فوت کرد یا زمانی که بیمارستان بود وقتی تو نباشی کی کاپا رو جمع میکنه؟ حالا نگفته بود برای مراسم دقیقاً گفته بود. خود دکتر گفت برای این گذاشت. من به اون کاری ندارم، فقط بهش گفتم خیانت در امانت کردی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دقیقاً من نمیدونم تو چی بهش گفتی، تو چی بهش نگفتی. مثلا این بود که اگر اون پول رو به من میگفت که کاپا گذاشته برای من، اولش که اومده گفته پولی پیش من گذاشته که من برای خیرات کنم. نه گفت من دادم تو پاکتم نگاه نکردم چقدره. شاید واقعا تا اون موقع نگاه نکرده. چرا وقتی که اومد بعد از 3 ماه من گفت مبلغش 1,000,000 تومان بوده، 400,000 از 300 تومن تو به من دادی شده 1,300,000 تومان. گفتم دکتر جان وقتی 1,000,000 تومان بود چرا از من 300,000 تومان گرفتی؟ چی گفت؟ گفت به خاطر اینکه کاپا به من گفت 1,000,000 تومان دست نزنی. من 1,000,000 تومان در جا گذاشتم. گفتم مثلا چه صورت حسابی به من میدی؟
گفت 400,000 تومنشو کم کردم. اون به من داد. گفته بود این پول رو بدیم به سیاه اگر برای مراسم تدفین من دچار مشکلی شده بود. خیلی خوب. سیاه در مجلس نه. خب وقتی سیاه در مجلس سیاه نباشه کسی که داره مراسم تدفین انجام میده توه مثلا بحثی نیست. خب من کاری ندارم. سهم شماست مثلا 2 میلیون تومان با هم الان نقد پرداخت کنم شما حسابشو بگیرم. من نمیخوام. من بگید که اینو به من بود. من نمیخوام چیزی رو به تو بگم. هیچ خرچلی هم با تو ندارم. بعد از رفتن تو کاکا به من گفت و برگشت من گفت مادر منی. برگشت من گفت پدی من خیلی در حق تو کوتاهی کردم. بغلش کردم گفتم نه نکردی. گفت چرا؟ خیلی کردم. من خیلی در حق تو کوتاهی کردم. انقدر که به سیاه سرویس دادم به تو ندادم. گفتم کاکا جون تو سرویسی که به سیاه دادی به منم دادی. گفت من فقط یک 700,000 تومان به تو دادم و سلام. خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی من به سیاه سرویس دادم. گفتم کاکا جون هر چی کردی پسرت بوده بایدم براش میکردی. هیچ حرفی نیست. هیچ حرف من اصلا هیچ چیزی در این رابطه حرفی ندارم. خیلی خوب خیلی در این رابطه ندارم. همین تموم شده رفته. فقط مسئله اینه که 23,000 تومان هم حواله شد دیگه که آقای ملک پرداخت کرده بود. اون به حساب آقای ملک پاک شد. با حساب آقای ملک دیگه حسابی کنم. هیچ حسابی شما با آقای ملک نداریم. هیچ حسابی نداریم. قبل از اونم اگرم می‌داشتیم وظیفه‌اش بوده وظیفه من بوده من باید انجام بدم. یک هفته بعد از فوت کاکا صورت حساب من فرستادم. دقیقاً من فرستادم. آقای ملک نفرستاد. چون من نه تنها صورت حسابو فرستادم. نوشته شده بود بدهی به آقای ملک. دقیقاً. نوشته شده بود بدهی به من. دقیقاً من کردم. هر چی هست من انجام دادم. ملک توی رابطه بکش کنار غیر از زحمت غیر من کردم. من نوشتم بله من نوشتم. خب ملک توی رابطه دخالت نده چون غیر از زحمت غیر از اینکه یک هفته 10 روز برای کاکا زحمت کشید هیچ کاری نکرد و اونم گفت وظیفه‌مه. نه تو مسائل مالیش دخالت داشت نه تو چیزی. آخرش من تشکر کردم. خیلی خوب. پس الان ببینید کلمات کار نکن سیاه. گذشتن هم بذار کنار. به گذشتن کاری نداشته باش. به هیچ مثلا کاری نداشته باش. مادر رفته، پدرم رفته. یا من تو با هم نسبت داریم یا نداریم. تموم شده رفته. روی کلمات حساس نشو. چون اگر بخواید روی کلمات حساس بشید برای من هم مشکل میشه هم برای تو. چون اون وقت منم روی خیلی از کلمات حساس میشم. پس مسائل رو دار کنار. خیلی خوب. روی کلمات حساس نشو. هر چی نوشته شده من نوشتم. من انجام دادم. من از ایرش خواستم. پس از اینجا چون یه سری ابهامات من دارم. نه چون گرایه‌های من از توه. بله. فکر کردم که این گرایه‌ها رو باید از کس دیگه بکنم. فقط من دقیقاً باید از من بکنید برای اینکه من به ایرج میگفتم ایال این کار، ایال اون کار، ایال این کار، ایال صورت حسابو بده. شما به ایرج میگفتیم اطلاق قانونی بکنی برای علیه من؟ چی بکنم؟ برای علیه چه؟ من خودم کردم. کردی؟ بله. خب چه کردم به سوسو کردی؟ چرا؟ برای اینکه همون بودی که بردم بذارم بان بعد از اون شما ویزا دادم. قبل از اینکه بان ببره تو پس گرفتم. الان تو کار بودم خدمت شما. چرا برای من آوردی؟ من نمی‌خواستم شکلان رو هم می‌گفتم. برای اینکه من طرف نمی‌شناسم. پول از زیر نظر تو داده شده. خیلی خوب من طرف نمی‌شناسم. این همه چراهاییه که بله چراها. خیلی خوب چراهایی که جواب داده میشه. من خودم شخصا کردم. این اصلا که مسائل مادری هیچ ربطی به من نداره. مسائل مادی هیچ ربطی به من نداره. هر وظیفه‌ای هست، هر کاری هست باید انجام بدیم که من انجام میدم. ولی توی مسائل مادی من هیچ دخالتی ندارم. همونجور که تو مسائل فوت مادی فوت مادر و پدر من تو دخالتی نداشتی. خیلی خوب این هر کاری کردم من کردم. من خودم کردم. این کار کردم. خودم به چه اختیار من بود. به تو هم نمی‌زدم. گفتم جریان این چیه؟ بخاطر اینکه میخواستم برای کابا هزینه کنم. من هنوز سال برای کابا باید بگیرم. من میخواستم برای کابا هزینه کنم. من اگر میدونستم اون 1 میلیون تومان من نمی‌شدم میخوام برای کابا هزینه بکنم. من نوشته بود که میخوام خب نوشته بودم میخوام چرا کنم؟ میخوام بگیرم پول آب و برقشو بدم و یک سری از وسایای کاپا رو انجام بدم. خب وسایای کاپا یعنی چی؟ یعنی هزینه کردن براش؟ نه کاپا گفته بود که باید با کلمات باید میکنی تو فکر میکنی عزیز من کاپا گفته بود برای من قرآن نه من خودم کردم. چطور اصلا کاپا نمیده؟ نه
من بابا گفتید باید سال بگیریم کاپو فقط مراسم دفن منو باید اجرا کنیم. من شما تشریف بیاد ایران هیچ کدوم اینا رو کاپو نگفته بود، اینا رو من انجام دادم. نه کاپو من گفته بود اصلا در همین هم خواهش کردم. خیلی خوب من دستگاه کاپو ندارم. نیاوردم چرا؟ اشتباه کردم، یادم رفت بیارم اونو برداشتم خونه نیاوردم، باید میآوردم. حالا خونه هست محفوظه، هر موقع اومدی یه خبر کنم. آره کپیشو برام میرسن، چون مینا به من گفته شما وصیت کاپا رو پدید داره. گفتم خب چرا ایمیل نکرده؟ حتما برای فکس میکنم، شماره فکس بده برم میدم برای این کار. فکس نمیخواد ایمیل کن، اسکن ازش بگیریم. من ندارم خونه اسکن بکنم. من یه اسکن ازش برای میخوادم. نه عزیز من خود همون ورقه رو با خط خودش که توش نوشته چی برای من سال بگیره؟ نه چیزی نه، چیزی که نوشته من برات میفرستم، فیلم نوشته خودش بخون. چی؟ خوش بنویسم. خودت برای سال نگیری؟ نه ببین بس این که من میخوام برای سال بگیرم یا برای سال نگیرم. گوش کن سیاه تو من بهت بگم، نه من احتیاج 1 میلیون تومن 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن این کافا دارم. من فکر میکنم تو احتیاج داشته باشی. هدف من بهتر انجام شدن و کاری برای کافا کردنه. وقتی از طرف تو میدیدم جواب مستقیم به من نمیدی، گوشی تلفن رو ور نمیداری، با من کلام اجازه بده کلام مستقیم انجام نمیدی. راحل بیاد به من میگه من با تو صحبت کردم، طبقه بالا رو میخوام اجاره بدم. به کی؟ به سیمی که آرایشگری که 10 دفعه من با کافا صحبت کردم گفته این پسر معتاد داره. من پایین از من خواسته خدایا چرا بیا به من نمیدی؟ راحله به تو گفته بود که میخوام خونه رو به سیمین اجاره بدم. خودت من گفت بیا به من اختیار دادی، حالا تو خونه میخوام. گفتم خب میخوای چیکار کنی؟ من به راحله اختیار دادم. بله به من گفت خب شما مختاری. حالا من دیشب باهاش صحبت کردم، مثلا بحث سعید نباید من پرسید که قضیه خوبه چیه. به من زنگ زد که من برادرم هر وقت چند وقت یه باری میاد اینجا به جایی که بره هتل و فلان. برادرش نیست، شوهر دخترش. اینم به من گفت. اونو به من گفت که اینجوری. منم بهش گفتم که پای همه. آره منم بهش گفتم. بعدش تو به من زنگ زدی که فلان ایمیل بدی، زنگ زدی که فلان هست ایمیل که زنگ بده. نه وقتی به من ضبط شده که زنگ بده ضبط شده. اونایی هم که ایمیل بده که خب این کاری ضبط کردن به چه معناست؟ میخوای چه کار کنی؟ میخوای بذاری جلو من بگی من خوردم و بردم؟ میخوای چه کار کنی؟ نه تو این 1 میلیون تومانه برای درگیر حل میکنه و ببین سوالا، ببین ابهامات من مثلا نیومدم در اینجا که دعوا بکنم، نه اومدم اینجا نمیدونم کسی رو محاکمه بکنم، نه اومدم اینجا که نمیدونم مدعی ارثی باشم. اگر قرار بود بخواستم مدعی ارثی باشم، مدعی ارثی بابا میگه ارث بابا من تو برباد دادی سیاه جون. بله برای اینکه دقیقاً محفظ اینو به من گفت. خود زمانی که بابا بیمارستان بود تو تلفن کردی که حال بابا خرابه، به من گفت تو رو قبول ندارم، گوشی رو داد به من گفت تو وکیل منی. من وکیل سیاه بودم، وکیل برادرم بودم، وکیل مادرم بودم، وکیل خودم من بودم. تو یه نفر بودی، خونه رو بهت به خودم دادم. هر کاری میخوای برو بکن. بابا بیمارستان بود خب مشکل من ندارم. تو قبلش من گفتی که نفر نه حواسش کمه میخواد مثلا مهم نیست. من حقشون میدونم به دلیل که در من نظام کردم. من چیزی بهشون گفتم تو جای من نبود ازام کنی. خیلی خوب شما واسه کنی. من رو وکالتشو گرفتن تو شرایطی که بابا حالش بحرانی بود یا هر چی بوده گرفتن یا گرفتن یا نگرفتن یا هر چی. من زنگ زد. من تنه تو بهش گفتم تو خیانت در امانت کردی. همین بهش گفتم محمد اون قضیه خونه به نام شدن تاریخ داره. من حتی سند رو ندیدم. همون دارم. تو به من گفتی ببین اصلا اگه بخوای دنبال این قضیه بشه همه الان هم میتونی دنبال این قضیه بشه. برای چی باید دنبال این قضیه بشه؟ برای من مهم نبوده. 4 سال قبل از اینکه همه این اتفاق بیفته پای بابا هنوز قرار نبود جراحی بشه و قطع بشه. خب من گفتی باید شناسنامه رو بگی شده شناسنامه یه بابایی برگشت اومد خود کیاوش برگشت با دوست دخترش اومد خونه ما و فلان و زمیدان. من اونجا برگشتم گفتم که ببین عزیز من تو نظام ارتباطی این سیستم تفکری مقوله به اسم مقوله نمیدونم ارث و مرده خوری و فلان و نمیدونم فلان اینجور مسائل نیست.
اواخر اون بهش بیشترین زحمتش کردن شما بوده، شما طرف خشکش کردین یه چیزی توی این مایا. اگر قرار اسی باشه سهم من، اون چیزی که قرار سهم من باشه من منتقل میکنم به زن خانم. گفت چرا؟ گفت چرا؟ گفتم به دلیل این که اون پیرزن اینو جمع کرده یه سرخنه‌ای بالاترش باشه و فلان. بعدم که اومدن گفتن فلان، حالا بیا وکالت به کاپا گفته بودن که بیا وکالت بده بابت حقوق تا فلان و ببینن اینا. کاپا به من گفته بود که من فقط در حضور سیاه صحبت میکنم. من گفته بود در حضور سیاه من فقط صحبت میکنم. خب به من گفت، به من کاپا ببین بذار من یه چیزی رو بگم. خدا بیامرزدش، هم به نل میزد هم به میخ، هم به نل هم به میخ هم به دیوار و هر کجا میزد. به تو که میگفت سیاه، به من که میگفت پردی، به مینا که میرسید میگفت فقط مینا، به مینا که میرسید میگفت فقط فلان، به سهن که میرسید میگفت فقط سهن، به هر که میرسید میگفت فقط تو. ما به اینش کاری نداریم، اصل ماوقع بود. خود دوستش همه رو داره برای خودش کار داره. ایمیلی که من زدم فقط برای اینکه بدونی چیا از خونه کاپا اومده پیش منی. من برای این به تو ایمیل زدم. سیازون اینقدر پول اینجا بوده، سیازون اینقدر اینجا بوده، سیازون اینقدر اینجا بوده، سیازون از جوانرات کاپا من اینو پیدا کردم، گردنبندش رو پیدا نکردم. گردنبندش رو پیدا کردم. آره سیازون من میدونم کاپا به من گفته سکه فلان دارم، من سکه اینجا پیدا نکردم. سیازون به من کاپا گفته مناط روس دارم، من اینجا اینا رو پیدا نکردم. سکه های نوعی روس دارم، من اینا رو پیدا نکردم. تو هم به من گفتی ممکنه که چیز آقای شاهرخ باشه. من دیگه حرف نمی‌زنم. گفتی توی گاف صندوق شرارت اینو تلفنی به من گفتی. کاش که من دست میکردم. من از عادتهای تو ندارم. از اون رو پیدا کن. اگر فکر کنی لازمه این حرف من فقط از این نظر میگم که تو اجازه بده گوش کن. تو ساکت شد. من از این نظر میلو زدم که تو بدونی چی از خونه کاپا پیش منه، بر اینا پیش منه الان، بقیه سر جاشه. هیچ چیزی از اون خونه، یک پوش از اون خونه خارج نشده غیر از مواد غذایی، غیر از حبوبات، غیر از روغن، غیر از پوست، قند و شکر. تمام چیزایی که پایین بوده توی کمد پایین زیر زمین بوده، از قند و شکر و سرد و خوش کرده و اینا همش یا دو ریخته شده یا همه رو اجرا برده که گفته میدن به یک نفر یخچالش خالی شده. خیلی خوب. کاپا وقتی به من ایمیل زدی گفتی در ارتباط لباساش گفتم که برای مشکل حمل برداشت ترجیح میدم قبل از تو. من اصلا این همچه ایمیلی از تو دریافت نکردم. من در روزی که من لباسا رو داشتم میبردم آماده کرده بودم. من کامل ایمیل هایی رو که من برای فرستاده بودم من دریافت نکردم. من دریافت نکردم. من این ایمیل رو ندیدم. روزی که من لباسا رو بسته بندی کردم هم اونجا بود. اون تبریک من دریافت کردی؟ تبریک سال عیدی؟ بله. اون ایمیل رو دریافت نکردم. من ایمیل دریافت من نمیدونم. الان کامپیوترم نیست. میرم خونه کل ایمیلم رو برای فوروارد میکنم تو بده من چند ایمیل دریافت کردم از تو. من هیچ کدوم ایمیلای تو پاک نکردم. اون روزی که من لباسا رو جمع کردم دکتر من گفت من دیشب خواب دیدم. کاپا گفت عجله نکنید. قبل از عید گفتم چشم. شما خواب دیدی؟ حتما خوابت صحیحه. من فعلا لباسا رو دست نمیزنم. کاپا میگه عجله نکنید، باشه عجله نمیکنید. دست دیگه حرفی بود که دکتر دل او دادم. خیلی خوب. حالا تموم شدم. حالا بخواه چکار؟ حالا تو بخواه. ببین الان یک چیزی به اسم خونه اون وسطه. اینو چه کار بخواه بکنی؟ شما بخواه چکار؟ شما؟ من چیزی که کاپا به من گفته آخرین کسی که باید طرف بوده من بودم. به من گفته پریم خونه رو بفروش، 1,000,000 تومنش رو هزینه نماز روزه بکن، خودت بده، از 1,000,000 تومن بقیه نصفش مال تو نصفش مال تو. شما میخوای چیکار؟ میخوای بدونی همین خونه همینجوری بمونه؟ من سهم شما رو شما بیباره کاری شما بیباره اون خونه رو قیمت کن. میخواد بفروشیش دیگه. قیمتی برای من شما میشه.
تو اون قیمت که خریدنش بیران به بابای خونه رو این قیمتش خب و شما باشه. اگر من بخوام اون خونه رو نگه دارم آیا تو حال به شما شما به من شاید که خونه رو بخواید نگه دارید. خب حالا نمیتونیم هر دو خونه رو نگه داریم؟ نه یا باید خونه مال تو باشه یا باید مال من؟ چرا؟ باشه وقتی اگه نمیتونیم هر دو نگه داریم تو بخواه شاید هم بتونیم ما البته شاید تصمیم بدون فکر جواب بدون فکر بدون شاید هم بتونیم اون خونه رو بتونیم با هم داشته باشیم. چرا باید بتونیم با هم دیگه داشته باشیم؟ من برای این میگفتم برای که من برای اون خونه یه سری برنامه دارم بهتون گفتم اون خونه ریشه‌های من خاطرات من هست خب برای من هست توی ایمیل نمی‌نویسی که یعنی همون موقعی که تو کافا ایمیل چیه عزیز من تو دو تا آدمی دو تا شماره ایمیل همون نه عزیز تو باید من باید نمیفهمم من تو رو نمیفهمم من نمیتونم اونجوری که تو منم با یه نیم ساعت صحبت میکنم میدونم من نمیتونم اون چیزی که تو دوست داری اونجور رفتار کنم تو دوست داری ایمیل بزنم من ایمیل بزنم نه من یه نوع ارتباطی دیگر رو میخوام وقتی اون ارتباط با تو من دادم همون زمانی که بهت اطلاع دادم بعد از اون هیچ خبری از تو نشد فقط خدایی به من زنگ میزنی یا منو وکیل کرده اون یکی به من زنگ میزنی یا منو وکیل کرده اون یکی به من زنگ میزنی اطلاعات یا به تو غلط رسیده یا الان داره به شکل غلطی تر میشه هیچ کنه باید اصلا بحث وکالت اطلاعی نیست تو حرفات زدی تموم شد حوادث اتفاق افتاده را جالب خودت اینجوری که فکر میکردی درسته باش گو کردی درسته من اونجوری که درسته گفتم نه اونجوری که فکر میکردم کلمت رو اصلاح کن اونجوری که درسته از نظر تو اونجوری که اتفاق افتاده من از دهان تو شنیدم الان تو هم اون چیزهایی رو که قراره از دهان من بشنوید بشنوید حالا ما اصلا قضایی اینه در رابطه با که نتیجه کار رو از الان گرفتیم اگه فکر میکنیم که میخوایم خونه رو نگه داریم جمعه نگهش داریم که چیکارش کنیم من هدفم از نگه داشتن اون خونه چی بود؟ گفتم اون خونه رو هر دو تا طبقه‌ش رو تمیز میکنیم یه هزینه هر دو میکنیم خونه رو کامل تمیز میکنیم اجاره میدیم تا زمانی که تو وضعیتت مشخص شه اینجا میخوای بمونی نمونی یه منبع درآمدی برای تو حساب تو میره یه درآمدی هم برای من اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد دو تا طبقه مستقله هزینه‌اش چیزی در حدود 2 میلیون تومان با 2 میلیون تومان سرکای اونجا رو میشه درست کرد همونجوری که پسر خدا بیامرز آذرخانی هم زیرزمینیشو اجاره بده هم طبقه بالاشو اجاره بده هر طبقه دادی چند هزار تومان میگیره پارسال میگیره حالا احتمالاً زیادتر میگیره هیچ فرقی با مال کافا نداره که مال کافا بهتره بخاطر اینکه هم بالا دو تا اتاق داره آشپزخونه داره همون داره و این هم تمام امکاناتو داره تمام جدا کردنش اینه که چیز بزنیم یه دونه آب گرم کن بالا بزنیم سیستم آب گرم بالا و سیستم آب گرم پایین جدا کن جدا هست نه بالا آب گرم کن فقط با آب گرم کنه پایین کار میکنه بالا آب گرم یه دونه آب گرم کن بالا هدف هم از نگهداری خونه این بود که این خونه اساس تو کلا اون اساس من نمیدونم به درد میخوری یا نمیخوری یکی رو بفرستی یا ببری جایی بذاره یا بفروشی یا کاری بکنی بقیه اساسا من این رو به تو میگم من به دخیل اعتقاد قبول ندارم دخیل رو هرچی اساس کافا فروخته شد به کسی که مستحقشه میدم به یک شخص تو کسی رو سراغ داری خب وصیت کرده که اموالش هیئت داده بشه اموالش اسم برده یک قابلمه وسایل ملکی اونا رو من کاری ندارم اونا داده میشه من اونو برات میفرستم نه ندادم
چون من نمیتونم برم از اون بالا اونو بیارم. نه من هیچی ندارم. هماهنگ بشه که بیان برن هماهنگ نشده که بیان. نه من هیچی رو ندارم. اختلافات اینه رو بذار کنار. من گذاشتم کنار. نه تو اعتقاد داری من بدم به اون هیچ ایرادی نداره. نه من اعتقاد ندارم که بدم به اون. من میگم که این وصیت پاپاست. خیلی خوب وصیت پاپاست. وصیت پاپاست من اینه وصیت پاپا بوده که لباساش به خانه سالمندان داده بشه. بله که من ایمیل نگرفتم که این کارو بکنم. من دقیقاً برای شما ایمیل فرستادم. من نگرفتم. خب حالا شما نگرفتی ببین این یه ادعاست. ببین عذر میخوام. یعنی چی ادعا؟ این یک ادعاست. من این کار رو قبل از عید انجام دادم. همه رو بسته‌بندی کردم. همه الان بسته‌بندی شده تو زیرزمینه. بعد از ظهرش بنا بود زنگ بزنم یا وانت بگیرم ببرم بدم. دکتر اومد گفت من خواب دیدم. بابا گفته عجله نکنید. گفتم خیلی خوب اون همون دخلیه که قرار مورد اعتماد نباشه قبل از 3 ماه بعدش مورد اعتماد نبود. این قبل از این بود. دخلی تو اردیبهشت اومد پیش من. دخلی اردیبهشت اومد زمانی که زنجیر آورد قبل از تولد پاپا اومد گفت پاپا پول پیش من گذاشته. این تاریخش تو ایمیل ها هست. بله حالا اصلا مهم نشده. از اینجا میرم یه وانت میگیرم همه رو منتقل میکنم. اساس خونش همه جور مونده. بنا شده همش بره به دکتر زنگ میزنم دکتر وانت بیاد تمام این اساس رو برده ببر. همش بره یا همش نره نه. تو به من ایمیل زده بودی که من برای اساسای خونه مشتری پیدا کردم چون نوشته شده پاپا بفروش. نوشته تلویزیون نوشته تصمیم گیری بکن. شما نوشته بر من بفرستم بر مبنای نوشته یه تصمیم گیری هم عوض میشه. چرا چون ها حتی اگه پاپا گفته بفروش بازم من حرفی ندارم. من بهت نگفتم که نفروش. توی این مقطع من گفته آقا من برای اساساش مشتری دارم. گفتم خیلی خوب اشکالی نداره. گفتم خیلی خوب اشکالی نداره. بفروش بگو اون لیستای اون وسایلی رو که کاپا ببین که این ایمیل هست رسید که تو من نوشتی که کاپا گفته لوازمش رو بفروش. من از در ایمیل زدم که خواهر من اون وسائلی رو که جناب وصیت پاپا قرار بفروشی لیستش رو برای من بنویس. شاید به یه قیمت اضافه تر من ازت بخرم به حسابت حواله کنم. من هنوز لیست نکردم. اینو خوندی شما؟ بله لیستش بینجوری این رسیده. من کل ایمیلایی که به دستم رسیده برای شما میفرستم. کل ایمیلای شما که به دست من رسیده برات میفرستم. حالا اینجوری یه سو دفعه محل من فکر کردم همه ایمیلا رو بعد از آشکار به من زنگ میزنی که من نمیدونم چرا تکلیف پری روشن نمیکنی. آشکار به من زنگ زد خانومش که پری روشن نمیکنی چی؟ آره پری به من تلفن کرده من اصلا آشکار من تلفنی من با خانومش حرف با خانومش بله چه خانومش به خاطر چی؟ به خاطر اجازه بده من جریان آشکار رو روشن کنم. اجازه بده من جریان آره چرا زنگ نمیزنی به پری؟ چرا نمیدونم گفتم پری ایمیل میفرستم فلان میکنم بیمدام میکنم. اجازه بده ساعتهای تلفنی من به هم دیگه نمیخوره. اجازه بده من جریان آشکار رو برای تو روشن بکنم. خانم آشخور با نینا کل وسایل کاپا رو جمع کرد. خودش به من گفت کاپا به من وصیت کرده. منم تو جریان وصیت‌های کاپا. حتی موقعی که داشت میرفت به من گفت نمیخوای مشهد مراسم بگیری؟ گفتم چه مراسمی؟ گفت باید بیای مشهد مراسم بگیری. گفتم ولی من خبر ندارم. گفت اینجا رسمه کاپا تو مشهد زندگی میکرده حتی فامیل داره یه چیزی اینجا یه غذایی میپزم مسکت میدم به اسم شله. گفتم من هنوز دربارش چون کاپا چیزی به من نگفته من هنوز دربارش تصمیم نگرفتم. اگر دربارش تصمیم گرفتم حتما این کارو میکنم. بعد از فوت کاپا ما شدیم عزیز. هر یک ماه یک بار زن آشکار به من زنگ میزد چه کار کردی؟ وسایل کاپا رو دادی؟ گفتم هنوز نه. چه کار کردی؟ در رابطه با خونه کاری کردی؟ هنوز نه. چه کار کردی؟ گفتم هنوز نه. چرا؟ چون من هنوز موندن خیلی سیاه بیاد. وقتی خود سیاه بیاد با کمک سیاه کارا رو انجام میدی. یه بار به من زنگ زد که شما تلفن سیاه رو داری؟ گفتم نه. گفت شما تلفن سیاه رو نداری؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه نمیدونم تلفن داره یا نداره. گفت چجوری میتونی گیر بیاری؟ گفتم ببینم اگه تونستم گیر بیارم ببینم.
من به خدا نداشتم. مینا اونجا بود من به زنگ زدم. کجا مینا اونجا زنگ زدی؟ خب اشکال نداره اشتباهی رو نه به خدا ندارم شماره تلفن تو رو. من از اینجا گرفتم دادم. گفتم برای چی تو میخواد یک تصویت بگی اینا دوست بودن. گفتم خیلی خوب. خیلی خوب اینم جریان عشق. که من زنگ زدم فلان نظام گفتم حالا من باش تماس گرفتم من نمیدونم یه چیزایی فلان گفتم بعد از این روز بعدش که من در حرف جالبی که من که اینجا به ایران زنگ زده که چرا خریب من زنگ زده بگه من رفتم تورنتو. کی؟ آشخور تو ایران زنگ زده حال احوال کرده با ایران گفته حبیب کجا گفته نیست گفته ای با چرا زنگ نزده با ما خبر دادم بدهی چرا خبر دادم؟ از که رسیدی؟ نه قبلش بود من خبر دادم. کجا من خبر دادم؟ اینا من گفت من بدهی گفتم به سالی میاد من روز چهارشنبه من اومدن من یک روزه فاصله بود. روز چهارشنبه بعد از ظهر به من ویزا دادن. پنجشنبه شب من حرکت کردم. توی ایام سیزن به سالی هواپیما بوک کردی مثل من بچه ها رو من کردم. سفر مینا بود که دقیقا برش بود شد. دقیقا برو خدا